به نام الله بخشنده و مهربان. فضیلت‌های نماز بامداد. نماز بامداد شکایت از آن می‌کند که نمازگزارانش اندکند، در حالی که او یک نماز پربرکت و مبارک بوده که حتی الله مهربان به وقت این نماز سوگند یاد نموده است، چنانه که الله مهربان خود می‌فرماید: سوگند به وقت نماز بامداد و سوگند به شب‌های دهگانه، یعنی 10 روز اول ذوالحجه. ای انسان، چقدر حسنات و ثوابها را از دست داده ای آن روزی که خواب نموده نماز بامداد را نخوانده ای. نماز بامداد مثل شب را پره با عبادت و ذکر زنده‌داری کردن است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: شخصی که نماز خفتن را با جماعت بخواند گویا که نصف شب را با نماز زنده داشته است، و شخصی که نماز بامداد را با جماعت بخواند گویا که تمام شب را با نماز زنده داشته است. روایت مسلم. الله مهربان پشت و پناه شخصانی است که نماز بامداد را با جماعت خوانند. از ابوذر رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: شخصی که نماز بامداد را بخواند در حفظ و حمایه الله می باشد. روایت امام مسلم. نماز بامداد را با جماعت خواندن در روز قیامت نور می باشد، چنانه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند: مژده بده شخصانی را که در تاریکی شب به مسجد می روند با نور پره در روز قیامت. داخل جنت می شود شخصی که نماز بامداد را بخواند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند: شخصی نماز بامداد و عصر را بخواند داخل جنت خواهد شد. در حدیث دیگر آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: داخل دوزخ نمی شود شخصی که پیش از طلوع و نشستن آفتاب نماز بخواند. پیش از طلوع آفتاب یعنی نماز بامداد، و پیش از نشستن آفتاب یعنی نماز عصر می باشد. از رزق و برکت محروم شدن انسان. ابن قیم می فرماید: در وقت صبح خواب کردن مانع رزق می شود، زیرا در آن وقت رزقها تقسیم کرده می شوند. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: 2 رکعت سنت نماز بامداد بهتر از دنیا و آنچه در دنیا است. شرفمند شدن در نزد پروردگار عالم. طوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند: فرشتگان شب و فرشتگان دیگر روز را به نوبت با شما به سر می برند و هنگام نماز صبح و عصر با هم جمع می شوند. سپس فرشتگانی که شب را در نزد شما سپری کردند به سوی عرش الهی می روند. الله متعال با وجودی که حال بندگانش را بهتر می داند از آنان می پرسد: وقتی آمدید بندگان مرا در چه حال دیدید؟ فرشتگان در جواب می گویند: پروردگارا، هنگامی که نزد آنان رفتیم و زمانی که از آنها جدا شدیم مشغول نمازخوانی و عبادت بودند. رزق و برکت برای شخصی که نماز بامداد را با جماعت می خواند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: پروردگارا، برای امت من در اول روزشان برکت عطا کن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند: اگر مردم می دانستند که در نماز بامداد چقدر خیر و برکت است، اگر پایهایشان کار هم نمی کرد با شکم خزیده می آمدند برای ادای نماز بامداد با جماعت. هر شخصی که نماز بامداد را با جماعت بخواند شیطان آن روز از فریب دادن او ناامید می شود. برادر عزیزم، خواهر عزیزم، می خواهی که فیض و برکت در خاندانت فراوان باشد و از شر شیطان در امان باشی؟ پس از نماز بامداد و نماز جماعت دور مشو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.